یاسر هستم، یک بی پول. سلام به جیبای خالیتون. خدا رو شکر میکنم که به همت مسئولین و شما عزیزا 20 ساله که پاکم از پول. خدا رو شکر میکنم که کمک کردین مشکل مالی نداشته باشم، چون مالی ندارم که مشکل داشته باشم و این جای سپاسگزاری داره. 3 ساله که ترک گوشت و مرغ کردم به همت مسئولین و دیگه میلی به مصرف مواد غذایی ندارم. من از انجمن بیپولی تشکر میکنم که راه گشنه خوابیدن رو به من یاد داد و دارم با غذای پاک، نون خشک و آب سرمو راحت میذارم زمین میخوابم. من هرچی دارم از این انجمن و شما مسئولین دارم. قبل اومدم به انجمن خیلی خرج میکردم و خرج زیاد همیشه حالمو خوب میکرد، ولی الان به لطف و کمک شما کلی طلبکار دارم که حواسشون به من هستش و حکم جلبمو گرفتم و مواظبن که فرار نکنم. روزهای قشنگی دارم. هر روز صبح که بیدار میشم میبینم طلبکارا اطراف خونه مواظب منن. از ته دل شکرگزاری میکنم که با عشق دارن این کارو میکنن. از شما خدمتگزارای انجمن تشکر میکنم که باعث شدید کم کم به مسیر بیپولی عادت کنم و به درجه ای از بیپولی برسم که برق خونه‌مو قطع کردن، گاز دیروز قطع کردن، صابخونه‌م قرار وسیله هامو بریزه بیرون فردا و همه اینا جای سپاسگزاری داره. دعا میکنم همه پولدارا که گرفتار مصرف پولن هر چه زودتر به حلقه ما اضافه بشن و با تمرین و تکرار و عادت خلاص بشن از وسوسه پول. ما آدمای بیپولی نبودیم، ما بلد نبودیم بیپول باشیم. این لطف شما خدمتگزارای صدیق و مسئولین بود که به ما یاد دادین چجوری بیپولی بکشیم. من زیاد وقت جلسه رو نگیرم. از همه شما ممنونم که با سکوتتون به من اجازه دادین تا حال احساسم بگم. دم شما گرم. ماشاءالله. ماشاءالله.